شهم در بره بالای تختی زره عروس عروس بیا بچه ایجی بیا دختر ماهی توانی ما ایجی بیا کلون جان مبارک باشه زندگی آیلوی ما اکو گفتم که همین تو پلنگ جانی ما به حد مرد که همین تو شرمگینه هسته که ایدم یه بچه که پر شرمایده اگه ایجا اگر پیش دگانات بستی تو پلنگ غیرت نمیکنه ایجا بدرویا خانی الهیده بیا میگم شه همیشه پیشت میگه شناز شوین اگه دختر ما شناز شوین این زندگی آواد ببینه بچه هم بدر این حال تو پلنگ زن اهل تو پلنگی جام بازم مبارک باشه رحمت گوش که جرا ما عروس ای پیش دگونه هاش براوردم سور کردیشم نه چون سر میکردم ای پیش دگونه هاش براوردم شه اینه خانی الهیده بردم شه فهمیدی باید که تو پلنگ جانی ما ای دگونه های عروس شرم نداره الهمیجی بدرو پیش عروس خطیش شینوز شو چق کن عیاد نرار این خانی عروس ایجا خانی دگونه های عروسه برا خداوند زندگی آواد بتیه تو بچه هم ای تو پلا ایجی بیو چرپ بیری یالکی پالکی زلانی گفتم تا این خانی دگانه های عروس های این خانی عروس آخه برای چی تو پیشی دگانه های عروس میری پیشی عروس برا؟ آخی عروس در خانمون میسته این دگانه های عروس حاضی میروم این چیگه پیگره بزار شده میقتی این مردک با کجا باشیدم ای شوی نی میگم برای خاله ای خاطری آخر شدم دیوانه با مست آمدی ها این چیگه پی هر روز مسته تو اینم خیلی کردنگی کو ما میخزم میرم خونی و چم فهمیدی؟ والا چی میگی؟ منم خصیص نمیبری تو چی ده میری خطی ماخی؟ بسیار گرم ندارم بگو چند سال شید زندگی مونه 5 سال شد 5 سال ها در این 5 سال چند تا فرزند داریم 2 تا شگری خدا چه باز در 5 سال دراز 5 تنه 4 تنه اقلا 3 تنه و 2 تا برای چه 2 تا اگر همین مردکای همسایی یاردم نمیکردن همین 2 تاشم نمیشی سلام درودی به پایان با کل هموطنان عزیزم کسانی که گذشتن گرانیته مسکو و قزاقستان را تنقیسی میکشند شما میتوانید که با نمرهای بالای اکران زنگ زنید کمپانی بهترین کمپانی محیدین با شما کمک میرساند خدا یار و مددگار شما دوستم رو جا بیو لمبن اول فکر نکردی بازم بگیری شرمنده ما کردی با چی دم؟ در بین مردم آوازه رو میدونی چی آمودن چی دایمون؟ تمام مردم میگه که مرا میگه چی میگم؟ یعنی تو 9 میلیون اهالی دیگه آمده فهمیدی؟ دنی من قطعی 9 میلیون اولی گم میدن گاو میزدی من خیلی نمیمون من خیلی دنک مده در کل نیتن حالا من میگم من خونه دق میکنم چیه؟ چی گپای خداش روزمون میگم یعنی سرمون مونیم دنجا اوتا ما ده خیلی دنک در کل نیتن این اکم بی
میگه که دنی تو قدی 9 میلیون اهالی گپ میدادن راست خودت در قسلوق آوازه تمام مردم بره میگه که ینگی تو برای چند 9 میلیون اهالی خدی گاو میزدای راست میگه وای کمپانی تیسل کار میکنه تو میدونی که او چه کاره او را خود روی خاطری ما دادن تره فهمیدی برای تیز بدرود پیشش کمپانی نه ها تیز که چهان برای تم خونه برای السلام علیکم برای با من سلام کردن تکمچه 1 را زر کنید. همه عروس خودتی برای با من شناس شدن تکمچه 2 را زر کنید. تو چی میتایی؟ برای در نزد من نشستن تکمچه 3 را زر کنید. گوش کن عروس همه کدامی تکمچه را در کنم که تو این خانه ما دف شی مشتری محترم، در صورت حساب شما مبلغ کافی نیست. لطفاً برای در این باره معلوماتی بیشتر گرفتن تکمچه 5 را زر کرده با مادر جانم در تماس شوید. الو الو السلام علیکم سلام علیکم اکا اینجا دیوانه خونه بله دیوانه خونه اکا ماشین مرا دزدیدین خیلی شما عقل دارین ندارین ماشین شما رو دزدیدن آخه ماشین تو که دزدیده باشه شما بگیرین من چی میگم میلیسیا به مراجعت کنید زنگ زنید من گاییده من کارمندای امنیت دیگر جو نخو شما دیوان خانه زنگ بزنین اکا شما هوشیاری او اکا کدام آدمی هوشیار زپروژ سال 1982 را میدزده ها؟ دختر ماه ای بیدار کنم تو یا خودت میخیزی توبه کردم دختر ماه دختر ماه دختر جون صبح بخیر دختر جون ساعت چند شد بابی؟ الان برای همه که بیدار کرده شانتا واه اما اگزامین داشتم بابی در موندم آخه دختر جون تو شو گفتی که ما پگه امتحان دارم الان ساعتهای 8 باید در همون جای درس خونیم باشم آیه ساعت 10 شد برای همون که خاطر شدم ای بابی اما در موندم که یه عملی ماده تلفن کنم الو بخشش استاد جان ما کم ترک کار داشتم این خاکک در موندم همین 20 مینوت پس ترک آماده میرسم میشه استاد او رحمت خیریت که بیدار کردیم این ماشین نو گرفتی؟ او همین نو گرفتیم خیلی سودا نه که خیلی پرستوی خیلی میشه کم بغل خلق چیو خیلی زیاد پیاده نیستی اخی او ارسا میگه که زتون نیپشکم این اومد این موگم با ما سلامتی خوب میدونی چی؟ یا بچه که بقل همین چی به تلفن تا نمیورداری؟ تلفن به زوبوک عروس دا پشت درش دادر بتا عروسو؟ ها خیلی کشکار من رفتم ماشین مرا نگاه کن برادم شد معلوم رفتم یا دیدی خمو گشتیم بی عروس کپ هم زد میونه عروس جو 7 کالر دارم
این نیست کو این موگام با فقط مرا دروغ میگه این ممکن روست بگه کو به من یه زنگ بزنم کو به من عروس مرا زنگ بزنم الو همه تهازی دارم پیش خونه ما بدی یا نه هازی در پیش خونه شما بدم او بعد گجو رفتی خانی گو کدم نبر اومدی برفتم هازی ما دارم پیش خونه بگرد بیو مایلی هازی میام او مایل بیو این دارم جو بده ای سواتم یک سواشی من این دختره کو جداد کردم یک سواشی جان اومدم چی ای قصه دختر. هستی مایی؟ او مطرح یک سواشی در همینجا جداد کردم او تو چخلی دختره تو چی بگه پناه میفهمی یک سواش مطرح کی زنگ زده بدم جان آخه همه شما ختون میدونین که همه دخترای خشرو در وقتی وستریچت دیر میکنن او ما فهمیدم که همه دختری شروع در وقتی وسترچت دیر میکنه او با تو چی با دیر کردی